دوستای عزیز سلام. در ویدیو قبل روی اهمیت مدیریت زمان صحبت کردیم. یک شاگرد خوب چطور میتونه با مدیریت زمان به بهترین شاگرد مبدل شود و نمرات خوب به دست بیاره و درجات عالی را در جریان تحصیل خود کسب بکنه. یعنی ممکن نیست بدون مدیریت خوب زمان یک شاگرد به شاگرد ممتاز تبدیل شود. در این ویدیو روی موضوع یادداشت برداری یا نوت نویسی صحبت میکنیم. یکی از اوصاف دیگه شاگردای ممتاز که در کتاب چگونه دانشجوی ممتاز شویم رویش تاکید شده. شما حتما دیدین که شاگردای ممتاز همیشه در صنف قلم به دست دارن و نکات مهم درس همیشه یادداشت میکنن. اما یادداشت برداری چرا مهم است و چگونه باید مثل شاگردای ممتاز یادداشت برداری و نوت نویسی بکنیم و به وسیله از اون نوت‌ها مطالب مهم درس‌های خود خوبتر، درست‌تر یاد بگیریم و هضم بکنیم. اما قبل از اون لازم است که یک بار دیگه کتاب و نویسنده کتاب چگونه دانشجوی ممتاز شویم را کمی برای شما معرفی بکنم. کتاب چگونه دانشجوی ممتاز شویم و قلم کال نیوپورت، استاد کامپیوتر ساینس دانشگاه جورج تاون، یکی از بهترین کتاب‌های برای شاگردان است که میخوان در امتحانات خود نمرات خوب بگیرند، درجات خوب کسب بکنند. نیوپورت همچنان در این کتاب به بررسی تکنیک ها و استراتژی های دانشجوی ممتاز پرداخته و نشان میده که چگونه در زمان کمتر میتونیم با استفاده از روش‌های خاص به نتایج بهتر دست بیافیم و درجات خوبتر را در جریان تحصیل خود کسب بکنیم. در دنیای امروزی که رقابت بخصوص در ساحه تحصیلی که بسیار شدید است، داشتن مهارت‌های مثل یادداشت برداری و نوت نویسی میتونه یک تفاوت بزرگ برای ما به ارمغان بیاره. نیوپورت توضیح میده که چگونه میتونیم با یادداشت برداری دقیق و هدفمند مطالب را بهتر یاد بگیریم و در امتحانات خود موفق‌تر باشیم. یکی از تکنیک‌های مهم که میتونه ما را به یک شاگرد لایق و ممتاز تبدیل بکنه استفاده از روش‌های خاص خلاصه‌نویسی و سازماندهی مطالب است که ما باید در یادداشت نویسی خوب در نظر داشته باشیم. یک شاگرد ممتاز به نکات کلیدی و مهم درس‌های خود توجه میکنه و اونا را یادداشت میکنه و توسط از یادداشت‌ها درس‌های خود هضم میکنه، درست یاد میگیره، ذهن نشین میسازه درس‌های خود تا بتونه توسط اونمو توانایی که نسبت به درس‌های خود داره امتحانات خود خوبتر سپری بکنه و درجات بهتر در امتحانات کسب بکنه. اما چطور؟ یکی از روش‌های مؤثر یادداشت برداری استفاده از روش سوال و جواب است. به این صورت که مطالب به صورت سوال و جواب یادداشت میکنیم یا به عبارت دیگه برای برداشت هر مطلبی را که ما از درس فرا میگیریم او را به شکل سوال ارائه میکنیم و در پیشرویش جوابش رو می‌نویسیم. این روش به ما کمک میکنه که بهتر بتونیم مطلب را درک بکنیم و به خاطر بسپاریم. به عنوان مثال اگر در صنف تاریخ هستیم و استاد در مورد سقوط امپراتوری روم صحبت میکنه، میتونیم این رقم سوال را ارائه بکنیم که چرا امپراتوری روم سقوط کرد. سوالی که قسم را کردیم باز پاسخهایش نظر به لکچر استاد یادداشت میکنیم و این روش به ما کمک میکنه که به جای حفظ کردن مطالب اونا را به خوبی درک بکنیم و بتونیم به سوالات مشابه از او در امتحانات خود پاسخ بدیم. روش دومی دسته‌بندی مطالب است. میتونیم مطالب به دسته‌های مختلف تقسیم بکنیم و هر دسته را به صورت جداگانه یادداشت بکنیم. این کار به ما کمک میکنه که مطالب بهتر سازماندهی بکنیم و به راحتی به اونا دسترسی داشته باشیم. مثلا در صنف بیولوژی صنف 8 مکتب میتونیم مطالب فصل نباتات و فصل حیوانات به طور جداگانه دسته‌بندی بکنیم. حتی با رنگ قلم متفاوت و جداگانه میتونیم یادداشت‌های خود نوت بکنیم. روش بعدی استفاده از گراف‌ها و جدولات برای سازماندهی از اطلاعات و معلوماتی که ما از لکچر استاد به دست میاریم است. این تکنیک یکی از تکنیک‌های بسیار موثر است که نویسنده روی از او خیلی تاکید میکنه. این روش البته به ما کمک میکنه که مطالب بهتر درک بکنیم و به خاطر بسپاریم. به عنوان مثال در صنف کیمیا میتونیم واکنش‌های کیمیایی عناصر به صورت گراف یا جدول یادداشت بکنیم و این روش به ما کمک میکنه که روابط بین اجزای مختلف عناصر به شکل بهترش درک بکنیم و بتونیم به سوالات پیچیده مانند از او پاسخ بدیم، البته در جریان امتحان. روش بعدی نوتگیری موثر عبارت است از برجسته سازی نکات کلیدی
باید به نکات کلیدی و مهم درس خود در جریان لکچر استاد باید توجه بکنیم و اونا را در یادداشت‌های خود برجسته بسازیم. این روش البته به ما کمک میکنه که مطالب مهم را بهتر به خاطر بسپاریم و در امتحانات خود موفق‌تر بده باشیم. به طور مثال میتونیم از هایلایترهای رنگ‌های متفاوت برای برجسته سازی نکات مهم در نوتگیری خود استفاده بکنیم. این روش البته به ما باز هم کمک میکنه که در زمان مرور مطالب بر راحتی نکات کلیدی را که در یادداشت‌های خود ما یادداشت کردیم پیدا بکنیم و اونا را مرور بکنیم. روش آخری که در کتاب برای یادداشت برداری بهتر توصیه میشه توسط نویسنده استفاده از روش نوتگیری کورنل است. تکنیک کورنل البته یکی از روش‌های بسیار معروف یادداشت برداری است که شاگردان در کشورهای غربی البته به طور خاص از او استفاده میکنن. این روش البته به شاگردان کمک میکنه که اونا بتونن مطالب به صورت سازمان یافته و مؤثر در جریان که به لکچر استاد گوش میدن یادداشت بکنن و او را حین زمان سیستماتیک در کتابچه یادداشتشان نوت بگیرن. در این روش البته صفحه کتابچه را به 3 بخش تقسیم میکنن. بخش اصلی یا قسمت بیشتر صفحه را در طرف راست بر یادداشت مطالب اختصاص میدن که از استاد میشنوند. معمولا چیزایی است که استاد در لکچر خود میگه و ما میشنویم. بخش کناری از او را که طرف چپ صفحه است او را برای نوشتن سوالات و نکات کلیدی اختصاص میدیم که ما از لکچر استاد برداشت میکنیم. مطالب را به شکل سوال اوجا منویسیم و نکات کلیدی لکچر همچنان در اوجا نوت میکنیم. و بخش پایینی صفحه البته برای خلاصه نویسی مطالب گذاشته شده که اونمو برداشت های ما از یادداشت ها هست. یعنی چیزایی را که یادداشت کردیم و از اون یادداشت های خود برداشت کردیم او را میتونیم به شکل خلاصه در بخش پایینی صفحه خود بنویسیم. یعنی اگه از ما پرسیده شد بشه که در این درس یا درس خاص در درس گذشته چی را آموختیم، معمولا باید پاسخ این سوال در این بخش پایینی صفحه یادداشت خود باید دریافت بکنیم. این روش به ما کمک میکنه بازم تا مطالب بهتر سازماندهی بکنیم و به راحتی اونا را دوباره جستجو بکنیم، مرور بکنیم و بر امتحانات خود آمادگی بگیریم. حالا باید کم روی فواید یادداشتگیری باید کم صحبت بکنیم. چرا باید نوت بگیریم مثلا؟ چرا باید به طور معمول تنها به لکچر استاد گوش ندیم و اکتفا نکنیم؟ خوب کسایی که نوت میگیرن حتما فواید نوت هم میفهمن، اهمیتش هم میفهمن. شاید روش‌های مختلف استفاده بکنن، اما نوت گرفتن خودش جدیت یک شاگرد نشون میده و هر شاگرد باید لکچر که اشتراک میکنه از او نوت بگیره. نخست یادداشت برداری به ما کمک میکنه که تمرکز خود در طول کلاس خود حفظ بکنیم و از حواس پرتی و هوش‌پرکی جلوگیری بکنیم. وقتی که مشغول اینم تو یادداشت برداری و نوتگیری میباشیم، ذهن ما به طور فعال درگیر مطالب میباشه و این باعث میشه که بهتر بتونیم به مطالب توجه بکنیم و به عبارت دیگر از خو رفتن همچنان جلوگیری میکنیم. دومی که با یادداشت برداری و نوت گرفتن دقیق و هدفمند میتونیم مطالب مهم درس بهتر درک بکنیم و به خاطر بسپاریم. وقتی که مطالب به صورت خلاصه و سازمان یافته یادداشت برداری میکنیم یا نوت میگیریم، ذهن ما بهتر میتونه اونا را پردازش بکنه و به خاطر بسپاره. چون نباید تنها به ذهن خود اکتفا بکنیم. با وصفی که برداشت حضوری بدون از اینکه نوت بگیریم همچنان میتونیم داشته باشیم درس‌ها، اما برای به خاطر سپردن مطالب در ذهن همیشگی ما و به خاطر مرور از درس در آینده ما باید نوت بگیریم. چون نمیشه بالای ذهن خود اعتماد بکنیم. بعضی چیزا رو ما یاد میگیریم، نوت میشنویم، اما فردا چون در ذهن همیشگی ما هنوز ذهن نشین نشده به او خاطر ما نمیتونیم اونا را برای همیشه یاد داشته باشیم. و سومی که یادداشت‌های خوب و سازمان یافته به ما کمک میکنه که مطالب به راحتی مرور بکنیم و برای امتحانات خود آمادگی بگیریم. وقتی که یادداشت‌های ما به خوبی سازماندهی شده باشند میتونیم به راحتی به بخش‌های مختلف درس‌های خود دسترسی داشته باشیم و مطالب را مرور بکنیم. بعضی نکات عملی همچنان وجود داره که اینجا خیلی کوتاه رویش اشاره میکنم. اولی که برای صرفه‌جویی از زمان و فضای نوتگیری در کتابچه ما میتونیم که از علائم و اختصارات همچنان استفاده بکنیم. خوب هر کس میتونه که علائم خاص خودش داشته باشه، اختصارات خاص خودش داشته باشه. یک چیزی که من برای مطالب مهم در یادداشت خود استفاده میکنم از علامه ستاره است که همیشه استفاده، چون برجستگی
نوت های خودم میتونم توسط امون ستاره نشان میتونم تا بعدا زمانی که او رو مرور میکنم مستقیم روی امون جاهایی که ستاره گذاشتیم اول مراجعه میکنم تا ببینم اگر شود که به زودترین فرصت جواب سوال یا همون چیزی را که میخوایم پیدا بکنم زودتر به او برسم. دومی که لازم است که بلافاصله بعد از اینکه صنف ما همون لکچر خلاص میشه همون روز باید یادداشت‌های خود مرور بکنیم، نکات مهم و برجسته را که در جریان لکچر یادداشت کردیم او را پاکنویسی بکنیم یا به قول همصنفی‌ها مطالب مهم یادداشت خود از کتابچه چترنویس خود به کتابچه پاکنویس خود انتقال بدیم. این کار به ما کمک میکنه که مطالب به طور کامل و حتی برای همیشه به خاطر بسپاریم و از فراموشی از مطالب جلوگیری بکنیم. و در آخری که میتونیم از رنگ‌های مختلف همچون استفاده بکنیم که قسمی که گفتیم استفاده از رنگ‌های مختلف برای برجسته سازی نکات مهم و دسته‌بندی مطالب میتونه به ما کمک بکنه که یادداشت‌ها و نوت‌های خود به شکل بهترش سازماندهی بکنیم و به راحتی به اونا دسترسی داشته باشیم. این بود نکاتی که پیرامون یادداشت نویسی و نوت‌نویسی هنگام اشتراک در صنف‌ها روی از اون خیلی کوتاه صحبت کردیم. امید که با استفاده از این روش‌های نوتگیری بتونین برای هر امتحانی که در پیش رو دارین آمادگی بگیرید و به یک شاگرد ممتاز مبدل شوید. در ویدیوی بعدی به بررسی نکته سوم این کتاب خواهیم پرداخت که اوصاف دیگه شاگرد ممتاز که مدیریت خواندن و حل مسائل است که انشالله تا در ویدیوی بعدی او را همراه شما شریک خواهیم کرد. تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.